بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عزیزای دلم، در خدمتتون هستم با بافت کلاه دخترونه. ببینید دیواره کلاه رو بافتیم، خیلی کاملا خوشگل دیده میشه. میرسیم به بافت لبه کلاه. برای اینکه لبه چیندار کلاه رو ببافیم اول 3 زنجیره بزنید، بعد روی لوپ جلویی، ببینید این لوپ جلویی که سمت خودتونه بگیرید و داخل هر لوپ 2 پایه بلند ببافید. ببینید از سمت خودم میگیرم و میبافم، لوپ پشتی همچنان باقی میمونه. ببینید من وقتی پایه به این صورت هست که 2 ببینید هر گندمی 2 خط داره، این یکی سمت خودمه، این عقبی. این خط جلویی که سمت خودمه رو میگیرم، این خط رو میگیرم و پای بلندم رو میبافم. دوباره نشون میدم. ببینید این خط جلویی که سمت خودمه، وقتی قلاب رو از پایین وارد کنید به این صورت یکی از خطها رو میگیرید و داخلش پای بلند میبافید. داخل هر گندمی 2 پایه ببافید. این رج به همین صورت هست، فقط کافیه که داخل هر لوپ 2 پایه بلند ببافید. من یک بار دیگه لوپ رو نشون بدم. ببینید داخل هر گندمی، این یک گندمیه که 2 خط داره. ببینید 1 خط 2 خط، ببینید جدا کنم، ببینید 2 خطه. این خطی که جلو هست سمت خودمه میگیرم و پایه بلند داخلش 2 میبافم. اگر متوجه نشدید دوباره سوال بکنید. مطمئن باشید هر چقدر شما سوال بپرسید من با کمال میل و رضایت قلبی با خوشرویی بهتون جواب میدم، چون دوست دارم که با هنرجوهام تعامل داشته باشم، مخصوصا که شما عزیزای دلم که ازم فاصله دارید و نمیتونم رو در رو بهتون آموزش بدم. پس هر چقدر مشکل داشتید، سوال داشتید، بدون رو در واسیس بپرسید. خب داخل هر لوپ به این شکل رج اول لبه کلاه رو داخل هر لوپ 2 پایه بلند ببافید. به این صورت ببینید بافتمون یه چین قشنگ میگیره. خب من رج اول رو بافتم، روی هر گندمی 2 پایه بلند زدم. حالا با یه بست از 3مین زنجیره رج اول رو تموم کنم. برای رج دوم 3 زنجیره میزنم، روی هر پایه بلند فقط 1 پایه بلند میبافم. این کار رو یک درمیان انجام میدیم. الان یک رج کلن روی هر پایه 1 پایه میزنم، رج بعد دوباره روی هر پایه 2 پایه میزنم و اگر دوست داشتید 3 رج میتونید این لبه کلاه رو ببافید. اگر دوست داشتید رج 4مش رو هم به همین شکل 1 پایه روی هر پایه ببافید. خب پس این 2 رج رو یک بار دیگه تکرار میکنم، یعنی الان روی هر پایه 1 پایه میبافم، رج بعد روی هر پایه دوباره 2 پایه میبافم، رج 4 روی هر پایه 1 پایه میبافم. خب این بافت رو انجام بدید. من رج آخر رو بهتون نشون میدم.